تصاویر تازه و باور نکردنی از محفل نامزدی عالیه انصاری و اوسام فرزان در کشور کانادا و کنسرت جدید و باور نکردنی عالیه انصاری با اوسام فرزان که اصلا باورتان نمی شود. عالیه انصاری با اوسام فرزان در کانادا چی طور نامزد شدند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالیه انصاری یکی از هنرمندان خوش صدای افغان که این روزها با سرودن آهنگ‌های ریمیکسش با لیلا خان، بلال اکبری و اوسام فرزان به اوج شهرت هنری رسیده است. عالیه انصاری کارهای هنریش را بعد از آن که از شوهر اولش جدا شد به طور مسلکی آغاز کرد. عالیه نه تنها هنرمند خانواده‌اش می باشد بلکه خانم برادر و برادرش هم از جمله هنرمندان سرشناس افغان بودند. عالیه انصاری علاقه‌مندان و طرفدارانش در میان هنرمندان جوان افغانستان بیشمار می باشد. وی تصاویرش این روزها با اوسام فرزان دست به دست می شود که در کشور کانادا نامزد شده است. ولی تمام این تصاویر عالیه انصاری با اوسام فرزان از جریان کنسرت جدیدشان نشر شده است. ولی رفتار عجیب و باور نکردنی عالیه انصاری تاکنون بارها مورد نقد شدید قرار گرفته است که گویا رابطه عاشقانه میان این دو جریان داشته باشد، ولی حقیقت این ماجرا به هیچ کسی معلوم نیست. اوسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و در آنجا مصروف کارهای هنریش بوده است، ولی هر کس خودش می داند زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، هر یک از شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.